هنوز گذاشتم، گفتم بریم یه تیکه رو ببینیم. پالاتی یه ورزش جدیدیه. این ورزش جدید بیشتر خانم‌ها دوستان این کار رو انجام بدن. هم وسیله داره، هم وسیله نمیخواد. اگر چیز کنین خیلی راحت انجام دادنش. حالا میریم حالتهای مختلفش رو میبینیم با هم. خب من بیشتر راجبش توضیح میدم. ورزش پالاتی به قول معروف الان خیلی باشگاه اینجا باز شده که پالاتی نوشته باشگاه پالاتی ورزشیه که جدید اومده دیگه. دیدن خب خانم‌ها وزن مزنه میترسن، مجبور شدن چیزای جدیدتری میارن که مشتری جمع شه، به سلامتی مردم بیشتر کمک کنن. البته مسئله بیزنسش یه طرفه. هر کاری یه هزینه‌ای داره دیگه، نمیشه بگی ورزش آوردن مجانی هم باید انجام شه. مثلا الان این برنامه ما یه هزینه‌ای داره، نمیشه بگی بنده اینجا نشستم مجانی هزینه ندارم. اینه که ما هم اسپانسر نیاز داریم. اگر عزیزانی علاقه‌مند هستن به این برنامه که بخوان اطلاعات بیشتر بخوان، ما تمام تجربه چندی سالمون رو مجانی همینطوری در اختیارشون میذاریم، میتونن این برنامه رو اسپانسر کنن که ما بتونیم حداقل ادامه بدیم برنامه‌مون. اگر متأسفانه اسپانسری پیدا نکنیم ادامه دادنش برای ما خیلی پرزحمت و سخت میشه. دیدین که کمک نکردیم اون تلویزیون قدیمی که بادی تایم تیوی، ما نتونستیم ادامه بدیم دیگه. تعارف که نداریم، ما دروغ هم به شما نمیگیم، حقیقت رو میگیم. کمک نکردین نتونستیم ادامه بدیم. اگر کمک میکردین حداقل هر بیننده‌ای $5 کمک میکرد، ما میتونیم از اینا چیزو پرداخت کنیم. چون تلویزیون درآمدش هزینه‌های آگهیاست. اگر آگهی نداشته باشه هزینه چیزی نداره، درآمدی نداره. شما حساب کنید الان این تلویزیون کلیک 100 درآمدی نداره، داره تازه از جیبش هم که ماشین و موتور و اینا داره همینطوری مجانی میده به مردم. اگر کمک نکنین به تلویزیون، متأسفانه تلویزیون نمیتونه ادامه بده. این یه چیز واقعیتیه. ما یه اشخاصی هستیم که تازه توی این اومدیم که به جامعه خدمت کنیم، تجربیاتمون در اختیار شما بذاریم. از این بزن و برقصا نیستیم که هزینه هاشون از جای دیگه تهیه بشه. اگر بزن و برقص بودیم، هزینه هم کسی یکی میگه آقا بیاین ماهیانه این پولو بگیر شما فقط بزن و برقص پخش کن که مردم برجت سرشون گرم شه، جوونا سرشون گرم شه. اونجوری نیست. برنامه تلویزیون، این تلویزیون اون حالتا نیست. همونطوری که تلویزیون سابق بادی تایم تیوی اونطوری نبود، متاسفانه نتونست ادامه پیدا کنه. الانش هم این تلویزیون کلیک 100 اگر عزیزان برجت بر هر نحوی شده کمک کنن. من یادم میاد، باز اینو من قبلا هم گفتم، دانشجو بودم توی اروپا. زمانی که من دانشجو بودم، خب حقوق دانشجو حقوقی نداره. یه دانشجو میخواد یه زندگی تشکیل بده نیاز به کمک داره. پدر مادرش از ایران میخواد میان، میگن بچه ما چند سال خارج از کشور داره تحصیل میکنه. بعضی پدر مادرها خب برجت بچه ها دوست دارن که خدمتی کنن به پدر مادرشون، دوست دارن که بلیت بفرستن برای پدر مادرشون. حالا ممکنه اون پدر مادر به اندازه کافی دارن خودشون بلیت رو میتونن بگیرن، ولی این دوست دارن که وقتی که میان اونجا بهترین پذیرایی از پدر مادرشون بکنن. چون مسافر وقتی که از ایران میاد هزینه داره. یعنی یه چیزایی هست که برجت آمدن چیز کنن دیگه. اون موقعی هم که ما تازه اومده بودیم، خب برجت پدر مادرها که می آمدن هزینه زیاد میشد، آدم مجبور بود این ور اون ور زیاد ببره، از ساعت دانشگاه کم کنه، نمیدونم از ترم عقب بیفته، ورداره ببره آلمان، ببره سوئد، ببره کشورهای اطراف بگردونه، یا هر شب ببره رستوران غذا بهشون بده. اینه که هزینه داره. برای یه دانشجو این هزینه زیاده. اون موقعی که ما دانشجو بودیم اومدیم گفتیم آقا دیدیم ترکای ترکیه خیلی اقتصادی هستن و واقعا میشه بهشون احترام گذاشت. ببینید تو این چندی سال ترکیه چقدر پیشرفت کرده، چون همدستن با هم، خیلی کمک به هم میکنن. اینه چیز همیاریشون خیلی خوبه. اومدن اینا یه صندوق باز کردن ترکای ترکیه، گفتن آقا ما ماهی $100 100 نفر میخوایم. 100 نفر ثبت نام رفت کرد، گفتن ماهی $100 شما بیارین تو این صندوق بریزین. ماهی $100 100 تا 100 نفر بودن شد $10,000. این $10,000 رو در ماه مثلا آقای ایکس میخواست پدر مادرش بیاد، $10,000 رو میدادن به اون. آقای ایگرگ میخواست ازدواج کنه، $10,000 رو ماه دیگه میدادن به اون. ماه به ما $10,000 هر کس میگرفت. اون 100 نفر هر کس ماهی 10 تا رو میگرفت، 100 میداد، نه بهره نه چیزی.
منت بانک‌های اروپایی هم نمیکشیدیم اون موقع. کردای عراقی هم اومدن این کارو کردن، ولی متاسفانه ایرانی‌ها نیومدن. ایرانی‌ها هر کدومشون یه ساز و آهنگ میزد. این ساز و آهنگا بود که ما همیشه عقب افتاده بودیم. در جهت اگر این مسئله تلویزیون هم اگر به این صورت باشه، اگر هر کس وسش برداره، ما حالا میگیم تلویزیون ممکنه 50,000 بیننده باشه، 50,000 تا نفر $1 کمک کنن میشه $50,000. هزینه ماهانه تلویزیون ما $100,000. یک تلویزیونی که شما الان داری این تلویزیون رو داری نگاه میکنی، بنده که میام اینجا میشینم ساعتی $2,500 هزینه تلویزیونه. اینو اگر شماها کمک نکنین ما متاسفانه نمیتونیم ادامه بدیم. اینو واقعیتیه. بنده خودم اینجا نمیام بشینم انرژی ما بذارم اینجا بخوام 2 ساعت استودیو استفاده کنیم، بخوایم 2 نفر اینجا توی اتاق فرمان کار کنن، از اینجا ما رو بفرستن روی ایر. این هزینه است اینا همش. برجت اینو من دارم میگم که بیدار باشین. اگر ما یه روز قطع شدیم همچی تعجب نکنین، چیز کنین که ما گفتیم به شما. برجت میگم که سعی کنین این تلویزیون رو نگرش دارین که ما به هم مثل زنجیر وصلیم. شما به ما نیاز داریم، ما به شما نیاز داریم که بتونیم ادامه پیدا کنیم. اگر یک زنجیر یه دونش پاره بشه متاسفانه اون زنجیر چیزش از بین میره. ولی سعی کنیم این دانه‌های زنجیر رو قوی ترش کنیم. قوی کردن این دانه‌های زنجیر جاده باید 2 طرفه باشه. ما برنامه میذاریم برای شما، شما از اون طرف کمک مالی میکنیم که ما اینجا زمانی که میذاریم، هزینه‌ای که میدیم بتونه هزینه‌ها داره. هدف بیزنس نیست. هدف اینه که باید چرخ به چرخه دیگه. یه چرخ بخواد به چرخه باید همه کمک کنن که اون چرخ بتونه گردشش رو داشته باشه. anyways بریم این پلاتی ببینیم پلاتی چیه. با ما باشین تا بعد از این تیکه‌ای که میبینین یک دستگاهی بسیار ساده‌ایه. بریم ببینیم اینو. وسیله رو میشه این کار رو انجام داد. فکر نکنی حتما باید این وسیله عجیب غریب رو داشته باشین. ببین خانوما معمولا دوست دارن این همچین کاراییو، از وزن و اینا میترسن. الان اینجا یه باشگاهی باز شده که این وسیله رو خیلی هم مثلا این وسیله رو تو خونهشون دارن، ولی چون حجم زیادی داره این وسیله، حجم زیادی داره دیگه، باید حتما یه چیزی باشی، سرمایه‌داری باشی، خونت بزرگ باشی، یه اتاق بذاری فقط برای این کار. اگر حجم اتاقتون زیاده میتونین خیلی راحت با یه توپ و با یک کش میتونین این کار رو انجام بدین. ببین این وسیله شو که ببین همه کاری هم انجام میده. این با یک پالاتیه که لانگ باکس داره، یعنی باکسش بلنده. حالا باکس کوتاه هم هست. توجه کنین ببین چه کاری انجام میده این خانم. خیلی پوشیده، خیلی مرتب، خیلی قشنگ، خیلی آرام، خیلی به قول معروف تمرکزی این کار رو انجام میده. توجه میکنین؟ حرکت های مختلف انجام میشه، تمام بدن رو حرکت میکنه. این الان یه ورزش جدیدی که اومده. حالا این وسیله به این بزرگی هم نمیخواد داشته باشین. میتونین با یک توپ و با یک کش میتونین همین کار رو انجام بدین. منتها شما انجام بده باشین، کاری نداره. ساخت این دستگاه هم چیزی الان نجارا تو ایران میتونن درست کنن. نجارا نگاه کنن میفهمن چه خبره. کپی کارا استادا کنار گود نشستن. الان یه باکس 2 تا چرخ زیرشه، یه ریل زیر اون باکس زیری است که این چرخه، این باکس بالاییه روی اون باکس زیری تو اون ریل حرکت میکنه. 2 تا بندم وصل شده به اون قسمت بالاش که این باکس عقب جلو میبره. توجه میکنه؟ چیز خیلی ساده ای، همچی چیز به قول معروف شاخ و دمداری نیست که فکر کنین یک دستگاه معجزه آساست که حتما باید از آمریکا بیاد.